اینجا یه دونه سلف دارم که به اون یه LED SMD رو لحیم کردم. اینو میذارم روی این کاغذ سفید نزدیک میکنم و روشن میشه. یه دونه دیگه سیم پیچ هم دارم که به اون LED وصل شده و اینا به این صفحه کاغذی نزدیک میکنم و LED روشن میشه. بریم تو ادامه با هم دیگه ببینیم. سلام به یسکیتی عزیز، وقتتون بخیر. من این کاغذ رو بردارم. میبینید که اینجا اینا رو بذارم کنار. یه دونه من سیم پیچ دارم. این سیم پیچ به یک مداری وصله که این مدار اینجا به ولتاژ DC متصل شده و خروجی اون از طریق این سیم اومده به این سیم پیچ. حالا این سلفا که میذارم وسط LED اون روشن میشه. این سیم پیچ که کنار اون قرار گرفته میبینید که اینجا با نور خیلی کم روشن میشه. من اینو میارم این وسط و میبینید که با نور خیلی زیاد داره این LED ها روشن میکنه. من اول سیم پیچ های مختلف رو بهتون نشون بدم و کامل بهتون توضیح میدم که چجوری این مدار داره کار میکنه و به وسیله اسیلوسکوپ نشون میدم. روی کاغذ میام کاملا این مدار رو برای شما تحلیل میکنم. این یک سیم پیچی بود که من برمیدارم میذارم کنار. این یه سیم پیچ کوچیک هست که میبینید LED اینجا با نور خیلی کم روشن شده. این یه سیم پیچ بزرگتر هست، من اونم بذارم باشه. و در نهایت این سیم پیچ اینجا هست. الان میبینید این LED با نور خیلی زیادی روشن شده. این LED همون سیم پیچ هست که این میبینید بزرگه هست که تقریبا کامل داخل اون سیم پیچ اصلی قرار گرفته. حالا میخوام اینا رو بهتون بگم که چجوریه. خیلی ساده بگم، همون مدار شارژی هست که الان تو موبایل داره استفاده میشه. من اینجا این LED به عنوان همون موبایل در نظر گرفتم که ولتاژ بهش رسیده و روشن میشه، یا همین LED که اگر که شما به جای این LED یه دونه باتری قرار بده، اون باتری ها شروع میکنه به شارژ کردن. خب بریم تو ادامه ببینیم که این مدار من چجوری ساختم و همه شما به راحتی میتونید بسازین و آخر ویدیو هم بهتون میگم که این ماژول از کجا خریداری کنید. ببینید دوستان، این ماژولی هست داخل دست من که این ماژول یه ورودی ولتاژ داره. این طرف میبینید نوشته این منفی و قسمت این مثبت که ولتاژ DC بهش میدیم. از این قسمت که اوت مثبت و اوت منفی هست ما ولتاژ خروجی ها به صورت افزایشی دریافت میکنیم. یعنی اگر که من اینجا ولتاژ 5 ولت بدم، میتونم که اینجا ولتاژ 30 ولت بگیرم. مقدار ولتاژ به وسیله این مولتیتن ما میتونیم تنظیم کنیم. به این ماژول یک ماژول بوست میگن. IC که اینجا استفاده شده IC XL6009 هست که یک IC سویچینگ افزایش ولتاژ است. حالا کاری که کردم، من اومدم یه دونه دیگه از این ماژول رو برداشتم. من این طرف بگیرم که اینجا ولتاژ ورودی من هست. این خازم توی ورودی موازی شده، این خازم توی خروجی موازی شده. ببینید ورودی نوشته 35 ولت، خروجی نوشته 50 ولت، چون یک ماژول افزایشی هست. الان این کاری که کردم، اومدم این سلفا حذفش کردم و به جای اون این سیم پیچ قرار دادم. این سیم پیچی که اینجا هست. این سیم بهتون بگم یه سیم خیلی ساده است که همه میتونی خریداری کنی. حالا این برای گلسازی استفاده میشه. این سیم قبلا تو یکی دیگه از ویدیو هم گفته بودم، همه جا میتونی بخرین، حتی سایت دیجیکالا هم داره. این سیم یه روکش داره که من اگر روکشمون رو جدا کنم اینجا به شما نشون بدم، من اینجا روکشمون رو باز میکنم. این یک آیخ هست که دور یه سیم اینجا پیچیده شده. این سیم گلسازی مدل باروش نمره 4 چیزی هست که همه دوستان میتونن تو کل ایران به راحتی اونا تهیه کنن. من اینا اومدم اینجا به صورت یه سیم پیچ در آوردم. بریم کاملا روی کاغذ من بکشم که چی بوده، کجا بوده و من چه کاری انجام دادم. این آیسی که اینجا هست، من اینجا به صورت یک بلوک رسم میکنم. پارت نامبر اون XL6009 هست. یکی پایه اینجا داره، پایه شماره 4. پس این آیسی ما اینجا 5 تا پایه داره که 1 2 3 4 5 و 5 تا پایه اونا برای تو اینجا رسم کردم. پایه 1 که به زمین وصل میشه، پایه 2 هم میره به ولتاژ VSCC این
یه ولتاژ من اینجا دارم، ولتاژ DC هست. ولتاژ DC منم 4.5 ولت و اینجا این مثبت. خوبی مدار اینه که با ولتاژ 4.5 ولت که کار میکنه شما میتونید به وسیله 3 تا باتری قلمی این مدارها رو اندازی کنید. اینجا ولتاژ DC ورودی ما هست که ولتاژ DC اینجا به پایه 4 وصل شده. یه خازن وصل شده که این خازن 220 میکروفاراد 36 ولت. بعد اینجا از پایه 3 یه دونه سیم پیچ اومده اینجا به ورودی که این سیم پیچ من سلف من اینجا قرار گرفته. مقدار اون 33 میکرو هست، 33 میکرو هنری. بعد از این سلف میاد اینجا یه دونه دیود هست، دیود شاتکی 1N 5824. بعد از اون میاد اینجا یه مولتی تن اینجا استفاده شده که این مولتی تن همین آبیه هست، مقاومت متغیر که به وسیله این پیچه مقدار اون تغییر. مقدار اون هم 10 کیلو او. یه دونه مقاومت اینجا باهاش سری شده 1 کیلو و در نهایت اینجا میشه یه دونه خازن خروجی. مقدار اون 100 میکروفاراد، ولتاژ کاریش هم 50 ولته و اینا میشه خروجی ما. حالا این کاری که انجام میده شما یه ولتاژ DC 4.5 ولت اینجا بهش میدین، ولتاژ خروجی اون میتونه تا ولتاژ 30 ولت افزایش پیدا کنه، یعنی نهایت تا اینجا تا 30 ولت برسه. مقدار ولتاژ خروجی به وسیله این مولتی تن که شما تنظیم میکنید ولتاژ خروجی را تنظیم میکنید. خب حالا من خیلی ساده بگم که این مدار چجوری کار میکنه و بعد این برده رو کامل براتون توضیح بدم که یک سری خطراتش رو حذف کردم. من خیلی ساده عمل کرده این مدار رو بهتون بگم، اگر که دیدین نیازه توی ویدیو کامل و جامع براتون توضیح بدم. نمیخوام خیلی ویدیو رو براتون سخت کنم. ببینید یه ولتاژ ورودی ما اینجا داریم، اینجا مثبت و اینجا منفی. این میاد اینجا ابتدا، من اینجا یه عدد 1 بنویسم، این میشه مثبت، این میشه منفی. خب دیگه این مثبت تغذیه ما هست. این میاد اینجا، این مثبت میاد از این دیود رد میشه و بعد میاد اینجا و خازن ما رو اینجا شارژ میکنه به اندازه ولتاژ ورودی. یعنی ابتدا ولتاژ 4.5 ولت ما میاد توی خروجی و ولتاژ خروجی ما میشه 4.5 ولت. اگه که من به این نقطه A یا اینجا به زمین وصل کنم، وقتی به زمین وصل میکنم هیچ ولتاژی دیگه اینجا به مثبت این دیود به آنود دیود نمیرسه. ولی قبلا چون خازن شارژ شده، وقتی که این قسمت رو ما به زمین وصل میکنه، چون این دیود با اون سری شده نمیذاره که این ولتاژ خازن اینجا به زمین من وصل بشه و دشارژ بشه. وقتی که اینجا رو به زمین وصل کردم دوباره میام اینا آزادش میکنم. سلف یه خاصیتی داره، زمانی که یه ولتاژ اومد اینجا داخل اون که یه انرژی داخل خودش ذخیره میکنه، وقتی که من این نقطه A یا به زمین وصل کنم و بعد دوباره اونو آزاد کنم، سلف میاد با این تغییر مخالفت ایجاد میکنه و خودش انرژیشو آزاد میکنه و به این صورت که عدد 2 هست توی خودش یه ولتاژی با پولاریته معکوس ایجاد میکنه. این دفعه چی میشه؟ قبلا اینجا مثبت و منفی بود، حالا اینجا میشه مثبت، این منفی هم میاد اینجا با منبع تغذیه سری میشه. عملا این شکل ایجاد میشه. نگاه کنید، این ولتاژ 4.5 ولت ما بوده که منفی و مثبت اینجا هست. الان ببینید اینجا شده منفی، دوباره اینجا شده مثبت. ببینید این همون سلف ما هستا. ببینید پس اینجا یه ولتاژی اینجا ایجاد میشه، این مینویسم وی اینداکتور سلف. پس اینجا توی خروجی اون ولتاژ منبع تغذیه ما با ولتاژ سلف ما که اینجا قبلا به زمین وصل شده بوده و آزاد میشه با همدیگه سری میشن، ولتاژ ما افزایش پیدا میکنه و میاد از طریق این دیود و این خازن که قبلا ولتاژ اون 4.5 ولت بوده، این دفعه ولتاژ اون میره بالاتر، میشه چند؟ مثلا میشه 8.5 ولت. دوباره من میام این پایه رو به زمین وصل میکنم، چون این دیود در باعث معکوس قرار میگیره این خازن ما نمیاد این طرف دشارژ بشه. الان ولتاژ اون 8.5. اینجا رو به زمین وصل کردم، دوباره پولاریته سلف ما این حالت میشه که حالت 1 هست. این ولتاژ مثبت میاد به اینجا و منفی اون میره به زمین. دوباره من اینو آزاد میکنم، از زمین جداش میکنم.
وقتی که از زمین آزادش میکنم دوباره این سلف پولاریته معکوس ایجاد میکنه، میشه این حالت و دوباره یه ولتاژی اینجا با دامنه مثبت ایجاد میشه که میره داخل خازن و ولتاژ خازن من مثلا قبلا بوده 4.5 ولت که شده بوده 8 ولت. من اینجا بنویسم بهتر باشه. 4.5 ولت بوده دفعه اول، حدودا 4 ولت بهش اضافه میشه. این عدد فرضیه تا خب دفعه دوم میشه 8.5، دوباره 4 ولت بهش اضافه میشه، دفعه بعد میشه 12.5. هی من این کار رو اگر تکرار بکنم هی ولتاژ خروجی من زیاد میشه. حالا این آیسی میاد چه کار میکنه؟ همین کار رو انجام میده. هی میاد اینجا را به زمین وصل میکنه، هی آزاد میکنه. هی ولتاژ دو سر این خازن که اینجا من اومدم این ستاره فعلا نوشتم هی اضافه میشه، مثلا 12.5 میشه 16.5، همینجوری بعدش میشه 20.5، هی اضافه میشه. هی داره این کار رو مدام انجام میده. حالا اینجا پایه شماره 5 یک مولتی ترن هست، میاد از ولتاژی که اینجا دو سر خازن قرار گرفته یه ولتاژ نمونه برداری میکنه و اینو میده به همین آیسی. اگر که ولتاژ ما مثلا ما مد نظرمون هست که ولتاژ ما برسه به ولتاژ 20 ممیز نیم ولت، این داره هی قطع و وصله رو انجام میده. وقتی که رسید به 20 ولت این دیگه قطع و وصل رو انجام نمیده و این ولتاژ دو سر خازن هست. اگر ما یه مصرف کننده ای به اینجا وصل کنیم ولتاژ دو سر این خازن شروع میکنه به کم شدن. وقتی که دوباره از 20.5 ولت مثلا رسید به 16.5 ولت یا کمتر، دوباره میاد اینجا شروع میکنه هی این قسمت A یا به زمین وصل کردن که یک ولتاژی خیلی زیادی توسط این سلف ایجاد میشه و دوباره این خازن شارژ میشه. به همین راحتی ولتاژ ما افزایش پیدا میکنه. اینا بهتون نشون دادن که میتونه اون ویدیو ببینید و کاملا متوجه بشین. اینجا دیگه بیشتر از اون بهش نمیپردازیم و از اون رد میشیم. من اینجا این ماجرا به شما گفتم، توی مدار خودم اومدم از این ماژول استفاده کردم. این دوتا دقیقا ماژول بوست هستن، ولی توی این ماژول اولی این سلف اینجا بوده و بعد آیسی اینجا بوده. توی این یکی آیسی اول اینجا هست و بعد سلف اونجا هست. از لحاظ ارتباط الکتریکی هیچ تفاوتی ندارم، فقط جای قطعات اینجا یه خورده عوض شده. حالا من کاری که انجام دادم اومدم توی این مدار اینجا یه ولتاژ دیسی دادم به ورودی اون، اینم خازن ورودی من هست. اومدم فقط این آیسی ها گذاشتم، به جای این سلف ها اومدم برداشتم و یه دونه سیم وصل کردم به این سیم پیچه و اون خازن خروجی هم برداشتم. حالا اینا روی کاغذ براتون میکشم و توضیح میدم که داره چه کاری انجام میده. خب همین مدار بالا را من اومدم دوره مجدد اینجا رسم میکنم که میشه همون برد دوم ما که میشه این برد ما. ببینید اینجا پایه 4، پایه 2 هم که به VCC این یعنی این به این وصل شده. اینجوری بکشم اوکی تره. حالا اینجا به جای این سلفه از این سیم پیچه استفاده کردم و اینم پایه 3 دیگه. اون دیود و مقاومت و همه اینا رو کاملا گذاشتم کنار، این شده. حالا این چه کار انجام میده؟ یه پایه 5 هم که اینجا من داشتم. این پایه 5 پایه فیدبک هست، یعنی از خروجی ولتاژ میگیره و به این آیسی میده. ببینید دوستان، چون اینجا من این سلف رو دارم، این میاد ابتداعا این پایه همون نقطه A من هست که اینجا بهتون توضیح دادم. هی میاد این پایه سلف ها به زمین قطع و وصل میکنه که بتونه توی خروجی ولتاژ خودش رو افزایش پیدا کنه. ولی چون این پایه فیدبک اینجا آزاد هست، این ولتاژ اون افزایش پیدا نمیکنه. اون فکر میکنه که الان اون پالسی که داره ایجاد میکنه توی خروجی من ولتاژ رو نتونسته افزایش بده و مدام داره این کار رو انجام میده با فرکانس 400 کیلوهرتز. هی میاد این پایه سلفا به زمین وصل میکنه و چجور میشه؟ یک ولتاژی دو سر این سلف داره القا میشه. من الان اینجا بکشم این سلفا، این پایه 1 این پایه 2. حالا این سیم پیچی که من اینجا کشیدم میشه مثل همین ترانسفورماتور 220 به 12 یا هر ولتاژ دیگه. یه اولیه داره، یه سیم پیچ اولیه داره، یه سیم پیچ ثانویه. سیم پیچ اولیه ما که این میشه، چیزی که اینجا هست. سیم پیچ ثانویه ما میشه این LED ها
که اینجا یه دونه سلف هست، اینجا سیم پیچ هست با یه LED و مدل‌های مختلفی که ابتدای ویدیو به شما نشون دادم. یعنی اینجا اومده اینا ایجاد کردن و اینجا یه دونه LED قرار دادن. ولتاژی که دو سر این سلف ایجاد میشه، خب اول مثلا ولتاژ اینجوریه و بعد این نقطه 1 به حالت 2 تغییر میکنه. این میشه مثبت، این میشه منفی، ولی با یه پیک ولتاژ خیلی زیاد. چون مدام داره این کار انجام میشه، این ولتاژی که داخل این سلف هست به این دومیه منتقل میشه، ولی دیگه هسته اون هوا هست و این ولتاژ که اینجا القا شده توسط این LED میبینی که اون LED میتونه کاملا روشن کنه. پس شما زمانی که این ماژولا گرفتین، این سلفه میشه اینجا، این دیود مابقی این قسمت هم کارش نداریم. یعنی ببینید من اینجا سیما نیومدم به اوت وصل کنم، اوت من کاملا آزاده، خازنم برداشتم. این مولتی دیترن من کاملا دیگه بلا استفاده است، ولی دیگه من اونو بر نداشتم که دوباره بتونم قطعات اونو به حالت خودش برگردونم. حالا بریم روی اسیلوسکوپ ببینید. حالا اینایی که من به صورت تئوری بهتون گفتم اونجا دوباره بهتون توضیح بدم که ابهام دیگه براتون نباشه. برای اینکه بتونن سیم پیچ رو درست کنم اومدم یه قطعه نوشابه رو برداشتم. میخوام که برنده اون پیدا نباشه، همه دیگه میدونین چیه، ولی قاعدتا نمیخوام تبلیغ اون بشه. و این سیم گلسازی اینجوری دور اون پیچیدم و 20 بار این کارا تکرار کردم که نهایتا شده این سیم پیچ من. الان من میام به ورودی اون، یه ورودی داره که پولاریته مثبت و منفی اونم باید حتما در نظر بگیره، این بالا مثبت و این پایین منفی. خب الان اینجا من یه دونه سیم پیچ قرار بدم، میبینید که LED برای من روشن شده. حالا بریم اسیلوسکوپ رو روشن کنیم. این پراپ اسیلوسکوپ من هست، کارت اسکوپی که به کامپیوتر من وصل شده. من میام پراپ مشکی به اینجا وصل میکنم و پراپ مثبتم هم به اینجا. ببینید دوستان الان اینجا چیزی که داره نشون میده، اینجا زمانی هست که این خط 0 ولت منه، این قسمتی که موس نشون دادم این حالت 1 میشه که همون ولتاژ DC من میاد اینجا قرار میگیره. من الان پراپ اسیلوسکوپ رو گذاشتم اینجا یا روی مدار اینجا قرار دادم. ابتدا یه ولتاژ مثبتی هست و زمانی که نقطه A به زمین وصل بشه و آزاد بشه، وقتی که آزاد میشه این حالت 2 ایجاد میشه، یعنی یک ولتاژ با پولاریته معکوس دو سر سلف ایجاد میشه. این خط 0 منه که من اینجوری اگر بکشم این ولتاژ DC من هست و اینجا به زمین وصل شده سلف من و بعد آزاد شده. من اینو بیارم بالاتر که شما ببینید. الان اینجا ببینید یه ولتاژ با پولاریته معکوس و دامنه خیلی زیاد ایجاد شده. حالا داره این کار مدام تکرار میشه. الان فرکانس اگر خواسته باشن اینجا به شما نشون بدم، از اینجا تا اینجا میبینید فرکانسی که اینجا نوشته 407 کیلوهرتز. این کار داره مدام انجام میشه و یک میدان مغناطیسی اینجا توسط این سیم پیچ ایجاد شده. حالا من میام این پراپ اسکوپو وصل میکنم به دو سر این سلفی که اینجا قرار گرفت. ولتاژی که داره اینجا برای من نمایش میده ولتاژ دو سر این سلف و LED است. میتونه قسمت گیرنده خودش رو ولتاژ به اون القا بکنه. نکته ای که هست هرچی سیم پیچ شما اندازه اون سیم پیچ ابتدایی باشه باعث میشه که میبینید LED با چه نوری روشن شد، باعث میشه که ولتاژ القایی شما بیشتر باشه. اینا نکته رو بدونید. اگه که من این سیم پیچ رو اینا رو خلوتش کنم، اگه که من این سیم پیچ رو بیرون قرار بدم، LED با نور خیلی کمی داره روشن میشه. چرا؟ چون اون پالسی که داره توسط این سیم پیچ میدون الکترومغناطیسی ایجاد میکنه توی مرکز اون سیم پیچ بیشترین مقدار خودشو داره. الان بیرون که میای میبینی LED با نور خیلی کم روشن میشه. الان فاصله که من اینجا دارم حدود 7-8 سانته. من میام آروم آروم نزدیک میکنم، یعنی LED روشن شد.
و هرچی به این سیم پیچ داره نزدیکتر میشه نور اون LED هم بیشتر میشه. الان سیم پیچی که من اینجا قرار دادم همون 20 دوره هست ولی با قطر کمتر و اینجا میزنم ماژول XL6009. سایت مختلفی میاره. این سایت ECA هست. الان یه نکته که فراموش کردم، اگر که ماژول XL6009 براتون پیدا نشد میتونید از LM2577 هم استفاده کنید. این سایت ECA هست، این سایت دیجیکالا، ولتاتک، همه اینا میتونید به راحتی این ماژولا خریداری کنید. اون سیم گلسازی هم که بهتون گفتم، سیم گلسازی باروک نمره 4. میبینید حالا توی یوتیوب اومده که فروشنده مختلف اینا دارن. توی دیجیکالا هم هست. من دیجیکالا رو باز کنم. روکشی که اینجا داره براقه. حالا روکشمون زیاد برای ما مهم نیست که چه حالتی باشه، اصل اینه که فقط یک عایقی برای ما ایجاد بکنه. یعنی تو رنگای طلایی و نقره‌ای داره، میتونی راحت خریداری کنی. اگر که داخل کانال یوتیوب ما بیاین، در مورد اون صرفه بود که این ولتاژا به صورت معکوس داره ایجاد میکنه، اگر خواستین اطلاعات بیشتری ببینید این ویدیو ما رو مشاهده کنید که کاور اون اینه که چرا با رله دیود موازی میذارن. ممنون که تا اینجای ویدیو همراه ما بودین. لایک یادتون نره، کامنت های خوشگلم برامون بنویسین و اگر سابسکرایب نکردین داخل کانال عضویت ها بزنید و سابسکرایب کنید تا ویدیو بعدی ما را بتونید به راحتی پیدا کنید و از دست ندید. موفق و پیروز باشین. یا علی.